این مرد که در این نمایش تلویزیونی امریکایی در حال اجراست جان استوارت نام دارد. او 17 سالی هست که هر دوشنبه با این حرکات و البته شوخی‌های توهین‌آمیز سیاسی و الفاظی رکیک برنامه ای را تحت عنوان دیلی شو روی آنتن میبرد. اما حالا مدتی است جان استوارت این برنامه و استدیویش را در نیویورک رها کرده و به خاورمیانه آمده است. اینجا تهران نیست، اینجا عمان است و حالا جان کارگردان یک فیلم سوپر سفارشی شده است. فیلمی که جان در حال فیلمبرداری از آن است روزواتر یا گلاب نام دارد و قرار است به بازسازی یک روایت امریکایی اسرائیلی از فتنه 88 بپردازد. موضوع ایران تو بورسه، یعنی موضوع ایران هراسی تو بورسه و همه دنبال یه رومنون هستن یعنی از این ماجرا یک کار تبلیغاتی علیه ایران بسازن. سود اقتصادی داره این کارها. هزینه این فیلم را نیویورک تایمز تخمین زده بین 30 تا 40 میلیون دلار باشد. فیلمی که نشانهای صهیونیستی چون کمپانی اودلوت و اسکارت رودین پشتش باشد می شود از سر درونش با خبر شد. شما 100 کشتی جنگی بخواد بهتون میده، 20 هلیکوپتر بخواد به شما میده، ناو هواپیما به شما میده اگر سناریوش بپسندن. به همین صورت CIA، FBI، خود لابیای صهیونیسم چیزی رو که بخوان این از اون مواردی که لابی صهیونیسم میخوان. یعنی یه جا توی think tanki توی مرکز فکری تصمیم گیری میشه، بعد میان اجراش میکنن. که سیستم میاد پشتی فیلم هر چقدر لازم باشه خرج میکنه، چون بازدهیش قرار نیست پولی باشه، بازدهیش تبلیغاتیه. از آن گذشته در لیست بازیگران 70-80 نفره آن نام بازیگرانی که به حضور در فیلم‌های ضد ایرانی شهره‌اند به چشم می‌خورد. فیلمی که استوارت در خیابان‌های این پایتخت عربی سعی دارد تا مطابق میل سفارش دهندگانش بسازد، اقتباسی از این کتاب بعد آنها به سراغم آمدند نوشته مازیار بهاری. یک فرمول قدیمی الان 30 سال این فرمول دارن استفاده می‌کنن. هر چند وقت یه بار کسی کتابی می‌نویسه، یه خاطره می‌نویسه، بعد بزرگنمایی و بال و پر دروغین بهش دادن. اما مازیار بهاری کیست؟ مازیار بهاری and they said that well he is accused of espionage. مازیار بهاری یک خبرنگار کاملا آموزش دیده امریکایی و مورد اطمینان و وثوق آنهاست که در سال 88 مأموریت پیدا می‌کنند سرفصل‌های آنچه در بنیادهای براندازی چون کارنگی و نیاک آموخته است را در تهران عملیاتی کنند. مازیار بهاری در جریان اغتشاشات دستگیر شده. وی پس از مدتی در مهر ماه 88 با قید وثیقه به صورت موقت آزاد می شود، اما بلافاصله از کشور می گریزد و همانطور که می شد حد زد خیلی زود سر از استدیوهای BBC در لندن در می آورد. واقعیت این است که شاید همانقدر زود هم انتظار نمی رفت عیان شود که مازیار بهاری به اسرائیل هم برود و با معاون نخست وزیر اسرائیل نشست داشته باشد. معاون نخست وزیر اسرائیل دست داشتن کشورش در خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای ایران و ترور دانشمندان هسته‌ای را رد نکرده. وقتی صحبت‌های موشه یعلان رو میشنیدید چه فکر می‌کردید؟ بعد از این دیگر هر خبری را در رابطه با بهاری باید راحت‌تر می‌پذیرفتیم، حتی اگر آن این باشد که او یکی از عوامل تحریم پرس تیوی شده است. این چجوریه که دولت انگلیس میاد پشت این ماجرا به خاطر این پرس تیوی رو از رو فضا برمی‌داره. خیلی جان الان شما پرس تیوی نداره به خاطر همین آقای مازیار بهاریه. آفکام این داستان را در طی این مدت دنبال کرده. حکمی که صادر کرده دقیقاً چه هست و فکر می‌کنید اگر این حکم ادامه پیدا کنه، حالا آفکام حکم مشخص خودش رو بگه، چه تأثیری خواهد گذاشت بر روی کار شبکه پرس تیوی؟ اتفاقی که البته برای اولین بار می‌افتاد که یک شبکه بزرگ تلویزیونی با دلایل واهی و مغرضانه یک مجرم فراری تحریم می‌شود. مطلبی که خود بهاری هم به آن اذعان دارد. آفکام برای اولین بار تمام شکایت‌های یک نفر از پرس تیوی رو قبول کرده، چون من اینجا حضور دارم. حالا فردی با چنین سابقه‌ای
با جان استوارت آشنا می شود. نه فقط در برنامه‌های او حاضر می شود، بلکه با او کنفرانس‌های چند ساعته ضد ایرانی به راه می اندازد و دست آخر مصوب می شود. بهاری کینه‌هایش را نسبت به جمهوری اسلامی مکتوب کند و بعد جان استوارت این نوشته ها را به تصویر بکشد. سیاست امریکایی را هم که راه دوری نمی رود. شاید جان استوارت مثل خیلی های دیگر که ضد ایران قدم برداشتن و جایزه نوبل گرفتن و شاید مثل همین فیلم پارسال اسکار آرگو که از کاخ سفید نامش را خواندن و جایزه اش را دادن، این بار گلاب جان استوارت از تل‌آویو و یا شاید استدیویی در لندن نامش خوانده شود و جایزه بگیرد.